سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 13 سپتامبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مرگ بر محل سردار میلیسیای نویه ناصر خسرو پالکوونیک ظفر رحیمزاده. دو مادر خوشبخت در سوخت در یک روز 4 گانیک و 3 گانیک به دنیا آوردند. تیم المپی تاجیکستان به مرحله نهایی جام آسیا 2024 راه خط گرفت. رید مقامات به منطقه‌خانه در پاسخ به مقاله منطقه‌خانه نشد بلا شد. در پایتخت ماشین کودک را زیر کرد. در یزگالام جیپ با 5 نفر چپه شد. و اکنون تفصیلات خبرها. پالکوونیک میلیسیا رحیمزاده ظفر ابراهیم، سردار شعبه کارهای داخلی نویه ناصر خسرو ولایت ختلان بر محل از عالم چشم پوشید. در این باره روز 12 سپتامبر سال 2023 فردوس میرزاعلیف در گروه ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یا اوباب در فیسبوک با نشر اظهار همدردی اهل این ریاست خبر داد. رهبریت و هیئت شخصی ریاست مبارزه با ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان همچنین گروه فیسبوکی این نهاد از مرگ برمحل و نوبهنگام سردار شعبه وزارت کارهای داخلی در نویه ناصر خسرو پالکوونیک میلیسیا رحیمزاده ظفر ابراهیم سخت اندوهگین بوده در این لحظه های دشوار و حزن انگیز به اهل عائله و نزدیکان مرحوم اظهار همدردی عمیق بیان نموده به نزدیکان و پیوندانش صبر جمیل خوانند. یادشان گرامی و خانه آخرتش آباد باد نوشته شده است در نامه همدردی اوباب. گروه تبلیغاتی به وزارت کارهای داخلی مربوط اونگارد نیز در یک نامه تسلیت به نزدیکان پالکوونیک رحیمزاده مرحوم را همچون شخص مسئولیتناک، وطن پرور و وطن دوست، فدایی ملت و دولت، فرزند برومند و دلیر و شجاع توصیف کرده است. این دنیا درباره علت مرگ برمحل پالکوونیک ظفر رحیمزاده چیزی نگفتند، ولی بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد این افسر بلندپایه میلیسیا چند وقت اخیر از بیماری قلب رنج میکشید. ظفر رحیمزاده تا قلبش را در خارج کشور جراحی کرد ولی متاسفانه بیماری قلب بالاخره جوانمرگش کرد. خبر داد روز 12 سپتامبر یکم صحبت بامداد. پالکوونیک ظفر رحیمزاده دوم مارس سال 2021 به مقام سردار میلیسیای نویه ناصر خسرو تعیین شده بود. روز 24 آگوست سال 2023 در تولدخانه ولایتی سوخت در شهر خوجند 2 زن 4 گانیک و 3 گانیک به دنیا آوردند. شبکه تلویزیونی آسیا HD با نشر یک گزارش مفصل خبر داد که این دو مادر خوشبخت را همراه فرزندانشان روز 11 سپتامبر تنها بعد انجام همه تشخیص و معاینه‌های لازم و مطمئن شدن طبیبان به وضع سلامتی طفلان نوزاد از تولدخانه به خانواده‌شان جواب دادند. در مراسم گسیل 3 گانیک و 4 گانیک به تولدخانه ولایتی معاون رئیس ولایت زینوره عظیمی نیز اشتراک داشت و به دو مادر خوشبخت تحفه‌های رئیس ولایت را سپرد. برای میرنگیز ساکن شهر استرافشان این نخستین زایمان بود. مادر جوان یک باره 4 گانیک به دنیا آورد. او تا روز تولد نخست فرزندشان طی 2 ماه در تولدخانه تحت معاینه طبیبان قرار داشت. 4 طفل میرنگیز خوشبختانه همه سالم و بردم و با وزن از 1 کیلو و 700 گرم تا 2 کیلو و 600 گرم به دنیا آمدند. برای پروینه اوشلووا از دهه گلاباد نویه دیوشتیج که 3 گانیک به دنیا آورد این زایمانی 4م بود. او قبلا 3 پسر تولد کرده بود که از 6 تا 10 سال دارند. بعد تولد پسر سیومش پروینه اوچلووا 6 سال دم گرفت و روز 24 آگوست یک باره 3 دختر به دنیا آورد. این 3 گانیک که پدر و مادر آنها را فاطمه و زورا و خدیجه نام کردند با وزن 1 کیلو و 600 گرم تا 2 کیلو دیده به جان کشودند و طبیبان وضع سلامتی کودکان و مادر خوشبخت این 3 گانیک را معتدل ارزیابی میکنند. خود پروینه اوچلووا که خرسندی خود را پنهان نمیکرد در این گزارش گفت از آن که صاحب یک باره 3 دختر شد خود را خیلی خوشبخت می شمارد. از اول سال 2023 در تولدخانه های ولایتی سوخت 4031 طفل از جمله 3 گانیک و 1 4 گانیک دیده به جان گشودند. دسته منتخب المپی تاجیکستان تحت رهبری مبین ارگاشوف به مرحله نهایی جام آسیا 2024
که از 15 اپریل تا 3 مای سال 2024 در قطر برگزار می شود راه یافت. دسته المپیک تاجیکستان روز 12 سپتامبر سال 2023 در دوره نیهایی مرحله انتخاباتی جام آسیا 2024 با تیم استرالیا بازی را با حساب مساوی 1-1 انجام داد و در گروه مقام دوم را به دست آورد. حساب را در این بازی در دقیقه 12 کامران پیوپیون از دسته استرالیا کشید، ولی در دقیقه 28 به حملهگر تاجیک رستم سویروف میسر شد که با یک ضربه خیلی زیبا حساب را برابر و تیم تاجیکستان را راهی مرحله نهایی جام آسیا کند. در بازی قبلی تیم المپیک تاجیکستان دسته لاوس را با حساب 2-1 شکست داده بود. گل‌های تاجیکستان را در آن بازی صادقجان قربانوف و رسلان خیالوف که تا چند روز قبل در دسته دوم زینیت بازی میکرد وارد دروازه لاوس کردند. گفتنی است که تا دقیقه 90 لاوس پیش صف بود و تنها در دقیقه آخرین بازی به صادقجان قربانوف میسر شد که حساب را برابر کند. گل دوم را رسلان خیالوف در دقیقه اضافه شده به وقت اساسی زد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 13 سپتامبر سال 2023 خبر داد که جهت بررسی مراجعت دست جمعانه شهروندان ساکنان بنای بلندآشانه واقع در کوچه جامع نویه فردوسی که تحت عنوان منطقه‌خانه نشد بلو شد در افتنامه SSR و شبکه‌های اجتماعی نشر گردیده است، یک گروه کاری از حساب کارمندان مقامات وکالتدار سازمان داده شد. در اطلاع گفته می شود که در نتیجه سنجش وجه‌های در مراجعت مذکور ذکر گردیده اثبات خود را یافتند. نوابسته از آن که مسئولین منطقه‌خانه مذکور از جانب ساختارهای وکالتدار دولتی جهت رعایت قاعده‌های بی‌خطری از ساختار و حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی آگاه کرده شده باشند هم، ولی مشاهده ها نشان می‌دهند که حالا مشکلات جای داشته برطرف کرده نشده‌اند که باعث ناراضگی شهروندان گردیده است. وابسته به حالت مذکور نسبت مسئول منطقه‌خانه شهروند صمدوف خورشید سال تولدش 1973 استقامت کننده شهر دوشنبه طبق طلبات ماده 473 رعایت یا اجرا نکردن قاعده های بی‌خطری از ساختار و 117 رعایت نکردن طلبات سانیتاری و اپیدمیولوژی در کارخانه های خوراک عمومی کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل ترتیب داده شده، همزمان حالت جای داشته پورا برطرف کرده شدند. این چنین مسئولین منطقه‌خانه جهت رعایت و من بعد به چنین حقوق ویرانکنی ها دست نزدن به طور قطعی با گرفتن زبان خط رسما آگاهانیده شدند. گفته می شود در اطلاع ملیسه پایتخت نظر مسئولین منطقه‌خانه به این قضیه دسترس نیست، اما در عکس‌های نشر شده ملیسه دیده می شود که حوله منطقه‌خانه را آب زده تازه رفتند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 12 سپتامبر سال 2023 در دو صدمه نقلیاتی در دوشنبه و جماعت یزگلام نویه ونج 2 نفر، یک کودک 7 ساله و یک زن 57 ساله جان داده، 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. از جمله نیمه دوم روز 12 سپتامبر سال 2023 تخمینا ساعت 18:00 دقیقه راننده ماشین تمغه خوندای اونت مرتضی اکمل خان سال تولدش 1995 ساکن نویه رودکی هنگام حرکت با روی ماشینگرد کوچه حمدانی از سمت کوچه 41 به سمت کوچه کریم فشار دوشنبه در روبروی بنای استقامتی کوچه اسپیچک پیادهگرد نابالغ ابراهیم زاده سامان سال تولدش 2016 ساکن پایتخت را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ ابراهیم زاده سامان جراحت وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 12 سپتامبر سال 2023 تخمین ساعت 11:30 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا لندکروزر سید احمدوف ایرج الف بیکوویچ سال تولدش 1978 ساکن شهر خوروغ هنگام حرکت در شورای خوروغ در واسکولوب دوشنبه در حدود جماعت دیوت یزگلام نویه ونج از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به طرف چپ رو چپ شده است. در نتیجه راننده و مسافرانش علیدودوف منظرشو سال تولدش 1977 نابالغ علیدودو و گل نوره سال تولدش 2006 ساکنان شهر دوشنبه تلوبویف شکرالله نمازبایویچ ساکن نویه عینی جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند و مسافر دیگر این ماشین حسن شوی و امرگل کرم خدایونا
سال تولدش 1965 ساکن شهر دوشنبه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه انتقال دادن در راه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت آید بین النساء تحقیقات ادامه دارد. بنا به آخرین آمار وزارت کارهای داخله در نیمه اول سال 2023 در راههای تاجیکستان 492 صدمه و 193 نفر به هلاکت رسیده، 514 نفر دیگر جراحت برداشتند. هر سال بر اثر صدمه ها در راههای تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.